در نتیجه یک صدمه نقلیاتی در ناحیه لخش یا جرگتال سابق 7 عضو یک عائله جان داده 5 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات میگویند حادثه شام 30 سپتامبر در دهه کوشه ناحیه لخش به وقوع پیوسته است. به گفته مقامات در این ساعت عائله شرپوفا با ماشین تمغه زیل از کارتوشکچینی برمیگشتند که ناگه ماشین به سوی فرو رفته است. در نقلیات تمغه زیل با شمول راننده 12 نفر بودند که 11 نفر آنها از عائله شرپوفا بودند. 7 تنشان جان دادند و 5 تن آنها با شمول راننده فعلا در بیمارخانه بستری هستند. هلاک شدگان از 4 تا 45 ساله می باشند. طبیبان وضع سلامتی 5 زخمی شده را وزنین ارزیابی میکنند و میگویند آنها فعلا در شعبه احیاگری بستری می باشند. فرضیه پیشکی سرزدن حادثه این است که راننده سنت الله یوسفوف نتوانسته است از عهده اداره واسطه نقلیات برآید، اما مقامات میگویند سبب های دقیق سرزدن این حادثه را میآموزند.